خدمات مطبوعات ریاست معارف ولایت ختلان در شر ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده یک زن که خوانندگان خردسال را در صنفخانه مجبور میکند که سرشان را در روی پرده بالای دستانشان گذاشته خواب روند، گفت که این حادثه در حقیقت روز 15 سپتامبر سال 2023 در مکتب رقم 23 دهه سر اوبه نویه همدانی رخ داده است و زنی که این کار را کرده است بیماری روانی دارد. به اطلاع ریاست معارف ختلان چگونه خواباندن خواننده ها را خود این زن به نوار گرفته است. ریاست معارف این زن را تنها دائم سال تولدش 1985 ساکن دهه سیراب جماعت دیات پنجاب نویه همدانی نام برد، ولی در شبکه‌ها بعداً نوار این زن با نام پرش دلشاد و محبوبه نشر شد. این قضیه مسئله تا کجا در امن بودن کودکان خردسال و عاجز در مکتب‌های تاجیکستان را روی او برآورد، چون که یک زن با بیماری روانی توانست وارد صنفخانه شده طول چند دقیقه خود را معلمه وانمود کرده بالای کودکان فرمانروایی کند. پهلوی دیگر این مسئله کودکان خردسال را در صنفخانه ها تنها پرتافتن و در وقت درس گویا به خانه آموزگاران رفتن آموزگار صنفی یک است. ریاست معارف ختلان گفت محبوبه دلشاد و یگان معلومات اولی ندارد و از 23 سپتامبر سال 2013 در قید مرکز روانپزشکی نویه میر سید علی همدانی قرار داشته معیوب گروه دوم می باشد. بنا به فرضیه ریاست معارف شهروند دلشاد و صبح 15 سپتامبر سال 2023 با مؤسسه تعلیمی رقم 23 دههشان کوشش وارد شده نموده است، ولی پاسبان و نوبتدار مانع وارد شدن او با مؤسسه تعلیمی شدند. پس از این تخمینا ساعت 13:30 از دیگر قسمت وارد بنای مؤسسه گردیده در حالت در خانه آموزگاران بودن آموزگار صنف یکم به صنفخانه وارد شده است. در این لحظه علکه خوانندگان بست دوم به درس ها حاضر شده بودند. نامبرده با تلفن موبیلی خوانندگان را به نوار گرفته است. آموزگار پس از چند دقیقه به صنفخانه برگشته حالت مذکور را دیده شهروند محبوبه دلشاد را همراه پاسبان از مؤسسه بیرون کردند. همزمان به اطلاع مدیر شعبه معارف نویه وابسته به حالت مذکور کارمندان شعبه ملیس نویه میر سید علی همدانی نیز کار برده ایستادند. در جلسه فوری شعبه معارف برای پرزور نمودن نظارت داخل مکتب دستور قطعی داده شده است تا که وارد مؤسسه تعلیمی گشتن شخصان بیگانه تحت نظارت جدی قرار داده شود. در همین حال شب 16 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی نوار دیگری نشر شد که در آن یک زن خود را محبوبه دلشاد و معرفی نموده با اظهار پشیمانی اقرار میکند که او خوانندگان صنف یک مکتب رقم 23 نویه همدانی را در صنفخانه جمع کرده مجبور کرده است که بخوابند. این زن میگوید محبوبه دلشاد و زاده امین دیات پنجاب روز 15 سپتامبر جیان و مکتب بودم در آمه مجلس بوده در مجلس در معلومات لفا در حدیث فرگشت سردن در نمی چیش همشه جان کام تو مکتب در دو دستینفاتون بدرویم بشینه دیدم که گوش نمیکنه سبون نمیبرده جوال است نمیشه اوجا مجلس رفته گفتم خط کنم بشینه گفتم گوشم نکنم گفتم بشینه که میزنم گفتم اما خیلی کنه اما اشکام تاریکم خط کنی استودم بعد گفتم نه خوب نیسته تو مجلس بود چیدن گفتم خیلی بستم